موگل که اسبش یهو حرکت ناجور انجام یه جورایی خش داره. سلام بزرگواران و سلام فیلمی های عزیز، در خدمتتون هستیم امروز با پشت صحنه های جدید از سریال افسانه جومونگ. اینجا فکر کنم یکی از پسرهای سوسانو در حال تمرین هست، برمیگرده عقب که لباسش میره بالا و بدنش هم ظاهر میشه اون لباسش هم بالا میمونه. حالا میخوان دعوا کنن و صحنه های اکشن که کات میخوره. سوسانو هست وقتی که میخواست به جایی نفوذ کنه باید بیرون میومد از اونجا و حالا پاش گیر کرده، نمیتونه از اون داخل بیرون بیاد. یه سویا با یوری داره میاد که پاش لیز میخوره، یه جورایی گیر میکنه زیر لباسش چون دامنش خیلی بلند بود. حالا سولان خندش میگیره، نمیتونه فیلم نامه رو به خوبی تلفظ کنه. سون گیلگوک استاد اسب سواری سوار بر اسب در حال حرف زدن با موگل که اسبش یهو حرکت ناجور انجام میده. موسونگ که دلتنگ مودونگ بود میخواد از اسب بیارتش پایین، جایی که فرار کرده بودن میفته و موسونگ هم خندش میگیره. بله، جومونگ رو دارین در تصویر که داره فکر میکنه به یه چیزی، معلوم نیست به چی اینجوری فکر میکنه، حرف نمیزنه. خب خیلی رفت فکر کرد دیگه، کلا یادش رفت میخواست چی بگه. شمشیربازی جومونگ، اینو در یه جای دیگه هم نشون دادیم که شمشیر بازی میکنه و شمشیرش در آخر شکسته میشه، از حرکت میسته چون شمشیرش شکسته. حالا بانو سوسانو همه دور هم جمع، موپالمو داره یه چیزایی رو نگاه میکنه که یه صدایی در میاره که همشون خندهشون میاد. موپالمو عادتش بود صدایی در می آورد که تحمل کردنشون واقعا سخت بود. اگه بدون دوبله نگاه کنید صدای موپالمو به شدت خش داره و اصلا نمیشه مقایسه کرد با صدای دوبلورش که خیلی شخصیت خنده‌داری دادن بهش. مثلا تو واقعیت صداش یه چیزی شبیه اینه، یه جورایی خش داره به شدت و من دوبلش اینجوریه شرورم. شما فکر کنین دیگه چقدر فرق دارن اینا. موپالمو هم خندش میاد و قطع میکنه. وقتی زره فولادی رو برای موپالمو میارن در حال مشوره کردن، خنده های جومونگ خندش میاد. اگه به فیلم و سریال و خبر در مورد بازیگران مختلف علاقه دارید کانال من رو ساب و ویدیوهای این کانال رو دنبال کنید. ویدیو بعدی که بهتون پیشنهاد میکنم پارت دیگه ای از پشت صحنه های جالب سریال جومونگ هست.